وقتی شما در دوره آنلاین MBA آکادمی ایلرنور ثبت نام می‌کنید، یک دفعه وارد یک دنیای متفاوت میشید. واقعاً متفاوت. توی دنیایی که مؤسسه ورلدواید ساینس مالزی با هدف توسعه دانش در کشورهای در حال توسعه ساخته، We do this by providing access to the most recent science and knowledge available. همون دنیایی که مرکز پژوهشی هدایتگران اندیشه با همراهی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه به ایران آورده. به دلیل محدودیت‌هایی که در دسترسی به دانش‌های گوناگون اول اینکه شما بروزترین محتوای آموزشی MBA رو از دانشگاه استفورشایر انگلستان دریافت می‌کنید. دوم اینکه آموزش دوره مبتنی بر پژوهش‌های تیمیه که اون هم در فضای آنلاین انجام میشه. در رابطه با آنالیز بحران مالی آمریکا که با همکاری آقایان امین دانشمند و آقای مجتبی میرحسینی و اما سوم این که شما با اساتید دوره که در کشورهای مختلف اقامت دارن به صورت آنلاین در کلاس‌های مجازی گفتگو سوال داری خانم رضایی؟ بله، میخواستم بدونم که چطوری میتونیم اعتماد به نفس خودمون. چهارم این که شما به صورت آنلاین سمینار میدید و سمینار میشنوید. با سلام خدمت دوستان و استادان محترم. به نام خدا. پنجم این که به عضویت انجمن اینترنتی دانشجویان در میاید و امکان استفاده از هزاران منبع علمی شامل کتاب‌های صوتی، تصویری و متنی داخلی و خارجی خصوصاً از انجمن مدیریت آمریکا را پیدا می‌کنید. رادیو اینترنتی هم که دیگه همیشه 56مین برنامه زنده صدای آسمان رو از رصدخانه کوثر یک اصفهان. مشاورین آنلاین هم توی سایت‌های ورلدواید ساینس و ایلرنور همیشه هوای شما رو دارن. اگه از پس تکالیف و آزمون‌های آنلاین و حضوری بر بیاید و پایان نامه‌تون رو هم با موفقیت پشت سر بگذارید، گواهینامه‌های بین‌المللی از ورلدواید ساینس مالزی و مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه ایران دریافت می‌کنید. در مقابل همه اینها دانش مدیریتی به دست میارید که باعث بهبود در کسب و کار و زندگیتون میشه. اما اگه فقط برای مدرک MBA میخواید ثبت نام بکنید، صادقانه توصیه میکنم این کار رو انجام ندید. ولی اگه میخواین اول خودتون، بعد سازمانتون و بعد دنیای اطرافتون رو تکون بدید، خب خوش اومدید. خوشحالم در اولین دوره‌ای که توسط آکادمی ایلرنور و ورلدواید ساینس برگزار شده. سلام علیکم، من منصور رانورد هستم، یکی از دانشجویان دوره آنلاین MBA که به لطف خدا اولین بار در ایران همچین روش آموزشی جا میفته. من آینده این دوره MBA رو در ایران ورلدواید ساینس مالزی، مرکز پژوهشی هدایتگران اندیشه ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه ایران.